مقامات رسمی میگویند بعد جنجال ساکنان دو روستای نزدیک مرزی تاجیکستان و قرقیزستان وضع در این محل آرام شده است. ساکنان روستای آقسوی ولایت بادکند مردم روستای سامانیان را با آتش گرفتن یک عمارت گناهکار کرده و راه ایسفره واروخ را بستند. بعد جمع شدن 10 نفر در دو طرف مرز، مقامات رسمی ساکنان روستاها را آرام کرده به خانه‌هایشان فرستادند. کمیسی دو طرفه می‌بیند، معاین می‌کند، جوابش میده که به این کار دست زدگی. یکی از نگاه طرف تاجیکستان باید این حادثه ها اساس برای بستن راه و نیروهای دیگر بشود که اندیشه ما همین که این چی است پرووکاسیون. بار اول نیست که میان ساکنان روستاهای مرزی ناحیه ایسفره و ولایت بادکند قرقیزستان سری زمین آب و چراگاه جنجال سر میزند. در شهر دوشنبه با مساعدت سازمان ملل سرنوشت پناهجویان را بررسی کردند که از ناآرامی و تعقیب سیاسی گریخته به تاجیکستان آمدند. تعداد گریزگاه در تاجیکستان نازل شده از اون شخصانش که گریزگاه که سران اولیایی که از بخاری گذشتگان اصلا از بخاری گذشتگان 625 نفر گذشتگان در دامی 3 ماه. همه شمار اساسی آنها 1207 نفر باید باشد. سازمان ملل متحد میگوید دولت تاجیکستان برخلاف عهدهای داده‌اش به این مردم حق پناهندگی نمی‌دهد و آنها ضمن کار و زندگی به مشکلات زیاد گرفتار می‌شوند. طی سال‌های اخیر مراجعات برای پناهندگی در تاجیکستان به خصوص از طرف شهروندان افغانستان و ایران بیشتر شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ یکی از مؤسسه‌های معتبر امدادی 20 سالگی فعالیت خویش در تاجیکستان را تسجیل کرد. این سازمان که سال 1993 در عین اوج جنگ شهروندی به تاجیکستان آمد، در آن سالهای سخت به 200,000 نفر از مردم محتاج و فراری کمک کرده است. عین زمان صلیب سرخ برای برچیدن مینه‌ها از خاک تاجیکستان مدد می‌رساند، اما با وجود مراجعت‌های پیوسته‌اش به حکومت، این سازمان را برای تحقیق شرایط زندگی محبوسان به زندان‌های تاجیکستان راه ندادند. متخصصان و مقامات رسمی در یک نشست در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت سبب‌های جنجال‌های خانوادگی و جبر و ظلم نسبت به زنان و کودکان را بررسی کردند. در این نشست که در ریاست امور داخلی خوجند صورت گرفت، شیوه‌های پیشگیری از این تمایل بد در خانواده‌ها بحث شد. مقامات میگویند خودکشی زنان از ظلم خانواده و قتل همسر در زمینه رشک سالهای اخیر در ولایت سوخت بیشتر و مایه نگرانی جامعه شده است. در ولایت سوخت در 6 ماه گذشته 2 شوهر در زمینه رشک همسر خود را کشتند. اخبار بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.